دوستان عزیزم، در شبکه مباحث مفید روانشناسی سلام میگم به شما و خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده مجدد در خدمت شما عزیزان باشم. خب، بحثایی که من میکنم در رابطه با اختلالات روانی و اختلالات شخصیتی هست و خب امروز هم فرصتی پیش اومده که یکی دیگه از این اختلالات و دیسوردرها رو مورد بررسی قرار بدیم. اختلالی که مثل بقیه و شاید شدیدتر از مواردی که قبلا اشاره کردم مشکل ساز هست، هم برای فرد و هم برای اطرافیانش و در نهایت جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه. اسم این اختلال نارسیسیزم یا خودشیفتگی هست. همونجور که از اسمش هم مشخصه، در بیماری خودشیفتگی نشانه های که میگم رو میشه به صورت بارز مشاهده کرد. یک فرد خودشیفته احساس میکنه که با دیگران متفاوت هست به لحاظ اینکه احساس برتری داره. افراد خودشیفته که البته میزانش هم متغیر هست، میتونه خودشیفتگی به صورت جنون‌آمیز باشه و یا خودشیفتگی شکننده، این اعتقاد رو دارند که توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارند، انسان‌های خیلی خاصی هستند، یا اینکه بسیار زیبا هستند. خیلی هاشون احساس میکنن بسیار زیبا، جذاب و باهوش هستند، نبوغ دارند، در حالی که در واقعیت ممکن اصلا اینجور نباشه. افراد خودشیفته بسیار تمایل دارند که مورد تحسین و تمجید دیگران قرار بگیرند. یعنی خب انسان‌های عادی هم دوست دارند که خب دیگران تعریفشون میکنن، ولی این افراد اعتیاد دارن به این مسئله و اگر مورد تحسین تمجید قرار نگیرن ناراحت میشن و حتی دچار افسردگی میشن. در کنار این، فرد خودشیفته به هیچ وجه از انتقاد خوشش نمیاد. وقتی که با یک فرد خودشیفته سر کار دارین، کوچکترین انتقادی میتونه اون رو دچار انفجار بکنه و گاهن فرد خودشیفته میتونه این خشم خودش رو پنهان بکنه و خودش رو منعطف نشون بده، در حالی که در واقعیت بسیار خشمگین هست و در یک فرصت مناسب اون انتقام رو اگر بتونه از شما خواهد گرفت. مشکل دیگه ای که این افراد دارن اینه که این توان امپاتی یا همدردی رو با دیگران ندارند. افراد خودشیفته نه تمایلی دارند دیگران رو درک بکنند و نه اینکه اصلا میتونن این کار رو انجام بدن. به این خاطر شما از یک فردی که اسیر خودش هست و اسیر توهمات و خیالات خودش هست نباید انتظار داشته باشید که اگر مشکلتون رو براش توضیح بدید، رنجتون رو بگید یا شرایط خودتون رو بگید، اون فرد بخواد احساس خاصی نشون بده یا همدردی نشون بده. این تقریبا میشه گفت این حالت غیر ممکن هست، چون این افراد کاملا روی خودشون متمرکز شدن و اصلا نمیتونن اون فضایی که دور خودشون تنیدن خارج بشن و خودشون رو پروجکت بکنن روی یک شخص دیگه و نیازهای اون رو درک بکنن. یکی دیگه از خصوصیات منفی فرد خودشیفته اینه که این افراد انحصار طلب هستند و میل به تسلط بر دیگران دارند. به عبارت دیگه اینها دوست دارن دیگران رو کنترل بکنند و وقتی که این شرایط مهیا نباشه و نتونن این خواسته های خودشون رو انجام بدن، باز دچار خشم، اضطراب، افسردگی، انزوا، خشونت و حالتهای مختلفی میشن. در تحلیل اینکه چرا فرد دچار این اختلال میشه، دچار این وضعیت میشه، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. خب یک بحث این هست که ریشه‌های ژنتیک داره این مسئله بعدی
بحث اختلال هست در انتقال دهنده‌های عصبی، خصوصا سروتونین و دوپامین. اینها وقتی که تنظیم نباشه میزانشون، میتونه این حالت رو ایجاد بکنه. البته طیف وسیع از اختلالات و در حقیقت چه سایکوتیک و چه نوروتیک رو میشه به این اختلال نسبت داد، این عدم تناسب و بالانس نوروترانسمیترها. مسئله بعدی اینه که افرادی که دچار خودشیفتگی هستن، اینها احتمالاً والدینی داشتن که مدام اینها رو تحسین کردن، والدینی داشتن که هیچ وقت به دیگران اجازه ندادن که از این کودک انتقادی بشه، افرادی که مدام مورد تحسین و تشویق پدر مادر قرار گرفتن بدون اینکه اون توانایی ها رو داشته باشن، دیگه توان این که قدرت این و پتانسیل این که بخوان انتقادی به خودشون نگاه بکنن رو ندارند و در مراحل بزرگسالی دور از انتظار نیست که این افراد فقط خودشون رو ببینن، فقط رو نیازهای خودشون متمرکز بشن و ارزشی برای فرد مقابل قائل نباشند. عامل دیگه میتونه برعکس باشه، والدینی که به کودک توجهی ندارن، والدینی که به قول عامه زیاد تحویل نمیگیرن بچه رو، باعث میشن که کودک برای اینکه یک شادی و حس خوبی رو ایجاد بکنه به درون خودش برگرده، به این صورت که کودک در ذهن خودش بگه که خب دیگران میگن من جذاب نیستم، دیگران میگن من باهوش نیستم، ولی من خودم قبول دارم، من خودم از وجود خودم لذت میبرم، مهم نیست. نه پدر مادر، حتی محیط اطرافش اگر فرد رو بخواد مدام مورد انتقاد قرار بده و یک فرایند پیوسته باشه، این افراد وقتی به درون خودشون پناه میبرند به نوعی ارتباط خودشون رو با محیط بیرون قطع میکنند و این قطع ارتباط و به درون سفر کردن، یعنی در حقیقت یک نوع مکانیسم فرافکنی هست، باعث میشه که فرد دیسکانکت بشه، یعنی اینکه دیگه نتونه با پیرامون خودش ارتباط داشته باشه و برای تولید لذت به خودش پناه میبره، یعنی فرد ابژه خودش میشه. مسئله دیدگاه بعدی اینه که خب والدینی ممکنه باشه توجه بکنن به کودک ولی نسبت به نیازهای دیگران بی تفاوت باشه. متاسفانه جامعه امروز ما این وضع رو به کرات میشه دید. شما تصور کنید کودک در خانواده‌ای هست که پدر و مادر مدام دارن درباره نیازها و خواستهای خودشون صحبت میکنن و به هیچ وجه به دیگران که اجزای جامعه هستن، به دیگران که اقوام، خویشاوندان، دوستان و نزدیکانشون هستن هیچ بهایی نمیدن. کودک وقتی این وضعیت رو مشاهده میکنه یاد میگیره که راه زندگی پس این هست که آدم فقط به خودش فکر بکنه. راه زندگی اینه که اصلا توجهی به دیگران نداشته باشه و دیگران رو استثمار بکنه. یکی از ویژگی‌های مهم افراد خودشیفته اینه که دیگران رو استثمار میکنند و نگاهی کاملا ابزاری به افراد دیگه دارند و سعی میکنن برای اینکه خودشون رو قوی‌تر نشون بدن، جذابتر نشون بدن، با افراد خاصی که یا خیلی برتر هستن از اونها و یا خیلی ضعیف، شکننده و پایینتر هستن ارتباط برقرار بکنن. پس این مسئله هم میتونه این حس رو به وجود بیاره و یا تشدید بکنه. مورد بعدی تحلیلی که شده تحلیل روانکاوی فروید هست که از دیدگاه اون لیبیدو یا اون انرژی حیات، انرژی درونی انسان، به جای اینکه پروژکت بشه، یعنی پراکنده بشه روی خصوصیات مختلف، روی چیزهای مختلف و اجزای دیگه زندگی، برمیگرده به خود فرد. یعنی فرد تمام انرژی درونیش برمیگرده به خودش و خب طبیعتاً اینجاست که اون هویت فرد در تعامل با دیگران شکل نمیگیره. فرد ابژه خودش میشه و تمامی اون ایدئال هایی که باید به نوعی توی فرایند جامعه پذیر شدن به سمت دیگران هدایت میشد، به سمت خود فرد هدایت میشه و این فضا رو به وجود میاره که دیگه نتونه فرد با جهان خارج خودش ارتباط برقرار بکنه. خب با دونستن مواردی که من گفتم
اون چه که احساس میکنم خیلی مهم هست و دوستان باید نهایت توجه رو داشته باشید، خصوصا کسایی که در مرحله نامزدی هستن، هنوز ازدواج نکردند، به دقت توجه بکنم به خصوصیات، به این مواردی که گفتم، به این نشانه ها، چون درمان فرد خودشیفته خیلی سخته، غیر ممکن نیست ولی بسیار بسیار سخت هست، چون یه اختلال شدیدش حالت سایکوتیک هست، یعنی حالت روانپریشی هست و مرحله درمان در حقیقت فرد باید بپذیره که آدم خاصی نیست و این پذیرفتن برای فرد خودشیفته بسیار کار سختی است و اون هسته درونش رو دچار ریزش میکنه. به این خاطر میگم دوستان که ازدواج نکردن بسیار دقت بکنن به این نشانه ها و باز تکرار میکنم یکی از مهمترین نشانه ها اینه که فرد تحمل انتقاد رو نداره. خوب دقت بکنید ببینید با چه کسی رابطه دارید، آیا این مواردی که گفتم رو داره؟ اگر داره یک بار دیگه در تصمیمات خودتون تجدید نظر بکنید و سعی کنید که یک اشتباه بزرگ رو نکنید. مسئله اینی که گاهن افراد خودشیفته با زیرکی و هوش زیاد پنهان میکنن خیلی از خواسته های خودشون رو، ولی اگر شما دقت داشته باشید و مهارت کسب بکنید میتونید در شرایط خاصی این افراد رو بعد از مدت کوتاهی ارتباط شناسایی بکنید. این مسئله هم بگم که خودشیفتگی خب اشکال مختلفی داره. یک خودشیفتگی از خودشیفتگی خیلی گرندیس یا خیلی جنون خیلی عظیم که احساس فرد کاملا دیگه ارتباطش با جهان خارج قطع میشه و احساس میکنه که از تمام جهات خارق العاده است و همه چیز حول اون میچرخه. یه خودشیفتگی هم خودشیفتگی شکننده هست که این حالا به نوعی میشه گفت که انعطاف این افراد بیشتر هست و ولی شاخصهایی که گفتم رو به هر حال تا حدی از خودشون نشون میدن. خودشیفتگی میتونه یه حسی باشه که فرد احساس کنه، حتی به لحاظ مذهبی احساس کنه که انسان بزرگی است، یک انسان والای نامبر وان هست که به عالی ترین سطوح معنوی رسیده، یا میتونه احساس کنه فرد که به لحاظ جسمی و جذابیت‌های جنسی یک فرد خیلی خیلی خاص و ویژه هست که قصاره تمام زیبایی‌ها و جذابیت‌ها در این افراد هست. فردی که این حس رو داره مدام در آینه به خودش خیره میشه، از دیدن خودش لذت میبره و از تمرکز خودش لذت میبره و نسبت به دیگرانی که احساس میکنه رقیبش هستن حسادت نشون میده. پس دوستان حسادت هم یکی از خصوصیت هایی هست که همزاد این اختلال هست. درمان این بیماری همونجور که گفتم سخت هست، یعنی فرد خودشیفته رو مرحله اول اینه که تشخیص بدید این فرد رو و بعد از اینکه تشخیص دادید اگر باهاش زندگی کردین و همسر شما هست یا بخشی از اعضای خانواده هست، به هر طریقی باید سعی بشه که این رو به سمت مشاوره سوق بدید و در کنار اون طبیعتاً برای اون درمان اضطراب و افسردگی که با حس نارسیسیسم بیاد نیاز به دارو درمانی هم هست و این موارد در کنار هم در حقیقت سیر درمان باید جلو بره. درمان نسبتاً زمانبر هست، پس چه بهتر دوستان که اگر در ارتباط با این افراد هستید و قصد ازدواج دارید یک بار دیگه تجدید نظر بکنید، نشانهایی که گفتم رو مورد توجه قرار بدید. خیلی ممنون هستم از شما و اگر احساس کردید این مطلب مفید هست و میتونه برای دیگران هم تاثیرگذار باشه لطفاً این مطالب رو بازپخش بکنید، شاید بشه تأثیری داشته باشه از اینکه خب اجتناب بشه از یک سری اتفاقاتی که بعدها افراد پشیمون هستن و مجبورن یک سختی ها به خاطر اشتباه بودن، به خاطر احساسی شدن و ناتوانی و ناآگاهی. من خیلی از افرادی که مراجعه میکنم با من صحبت میکنم میگن ما ناآگاه بودیم و بعد فهمیدیم،
ما احساس کردیم که این احساسی که این فرد داره، اگر من چیزی میگم ناراحت میشه، اگر حرفی میزنم خیلی بهش بر میخوره، اگه حسادت بیش از حد نشون میده به دیگران. من فکر کردم وقتی زندگی مشترک رو شروع بکنیم تموم میشه این مسئله، ولی تازه فهمیدم که در چه جهنمی هستم. به هر حال متشکرم از شما و آرزوی خوشبختی شما رو دارم. وقتتون